صاحبخانه او صاحبخانه برو السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. سوزه نفر سوزه نکه نازکه شما زنگ زدی نفر بابا کجا زنگ زدم تنجی بخیر اخی اگه تنجی اکا تنجی میبود من خطا زنگ میزدم. مقصد کو مرا بفهمونین نقصر بفهمونین روشانتر مرا بفهمونین همیشه وکا گوش ماینه من تو سر خورده برو اما جانو دارم کجا میرم در از میسونی خونه اینطوری نکه خواهر جان اینطوری نکه کلتا کار بفرمون زندگی شیرین تا ویران نکه او با پشیمان میشه با دیر میشه همین بخشش پرسیدم گوشم هم کشیدم نیده یک بخویده برو اکا گوش کنید ما یادتون میگم این زندگیه در زندگی هر چی چیدنش ممکنه پشیمان میشین گپ بگیرین اینا دینا او گذاری بالا دم رفتم یک کلینچک نه 10 هفته نشده زندگیشون ویران شده همین کاری خوبه همین وقت سگ گودکش سر نمیکنه مالی ما گپ بسیاری بد نکنه ما گپ گفتگی ما گفتم ما دیگه زندگی نمیکنم یعنی زندگی دیگه نمیخوام کدر نمیکنم نمیخوای خیلی ما گپی گفتگی من پا گفتم ای پیشتون گذاشتم چند تا گودک داری 4 بچه گودکو تا بگی جبیو انا باور که همین بسیار وقت ما همین حالت ها رو ما میبینیم همین آدم ها را زندگی زن شوهر جدا میشن به حد زیغ میشم ده هم خیلی زیغ میشم که باور که انا دیگه هم خیلی مونده میشم هم روز خونه میرم دیگه یکم چیزی دنیایی نمیخورم همین آدم باید شکرانه کنه ناشکری نکنه این اکا اکا این 4 تا بچه خوشرو داشتن این بچه را خوشروگیشون ببین اخی همین زندگی شیرین تونم چی با شما بگیرید تلخ میکنی یکا و اینجا یه تا شایمه او سه دیگه شایمه نیست اکا ما 2 تا شکرگیم راست میگن فهمیدم میشه که این 3 پسر دیگه شتونه نه اکا این ای شو یکم این شاییه ایش یکم شوهر تونه انا ایش دویم شوهر تونه این 2 تا دیگه شای کیه یگنی این 2 تا دیگهش ای خدمه مردک جان ای مردک جان با چو کدی؟ زیخ شدم چرا؟ چی رو مردک جان همی همسایه را میگم این اپای جمعگل دیمیتاش همسایه بولوگیمون چوکت کرته نو گرفته چی؟ نه اخی نو بودی کرته مردک جان هر دولت تو میره و نه همسایه رو پر روز باید دولتی دیگه شوش بلیت گرفته شه خطی کودکاش خیلی رفتن یا جواب نمیبریم ما نغز میدونی کجا رفته سر جمعگل همسایه یاد گرفته هر نو مرد بولوگی اخی اینی بولوگی کو انتالیا رفتی سر خطی شور او سرگه پدیز شوته سبدم گذاشته همین تا دغدغه کرده مهیجان سوزی نغزی تو میشه سوز اپا سوزی رفته استم کجا میری شون بلیتم گرفته انتالیا میرم ای همین ورزو با رومی تیخون قدر زیبا خجا بگر شنبری قدر زیبا جای استراحتی نخود تو خیز انتالی پانتالی روی همونجا میبرم تا زنگ میدونم ورزو همه جمعون خوبه نغزه بهترینه میگن جهان دیده باشی جهان خوردنه گوش بزنک تا هم جهان دیده هم جهان خوردن هر روز در تلویزیون جهان رو میبینی کو و چو کده اخی با کجا رفتنی این اخی با ما رو میگه انتالیا بر ایجا بر اوجا بر اخی ما تر انتالیا بردنی باشم اخی اینا بلیتو اینقدر قیمته ما یک جوتر میگیرم بلیت یا بلیت یا آدم میدونی چانس ما اینقدر قیمته اول با 2 تا گرفتن در گوی انتالیا بردن در کار ای مردک جون مرا بی ترا دیگه اگه جو بلیت بگیرم قیمت بلیتو قیمت یگان چی قیمت نیست بلیت زنگ میزنی کسی شاهنوزه ده بلیت ارزان زنگ میکنه مردک جون میپره میریم کی گفتی اویا کسی شاهنوزه کسی شاهنوزه اخی همون ما رکلام میکنیم اوای او آن دایو دوما ای ایودی ما برو مدار با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپش اویاکس شانوزه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باوریناک است میریم مردک جونک انتالیا میریم دیگه جونم باشه تمام میریم دنیا میریم بلیط ها ارزان